متشکرم، مرسی، ممنون، مرسی بابت اینکه برای این ویدیو کلیک کردید و امروز قراره بهتون یکی از مهمترین خبرهای این چنل رو بهتون بگم. امروز قراره با هم دیگه ارتشی رو درست کنیم که قراره کل کره زمین رو بگیره. ارتشی که قراره با فساد مبارزه بکنه، ارتشی که قراره ثابت بکنه که قوی ترین ارتش کل کره زمینه. ما قوی هستیم، ما با فساد می جنگیم و ثابت میکنیم که قوی ترین هستیم. خب دیگه مسخره بازی بسه. بیاین بهتون به صورت کامل توضیح بدم که موضوع از چه قراره. احتمالا میدونید که داخل این چنل ما الان تقریبا 2 ماهی هستش که داریم ویدیو در مورد چیزهای ساختنی میذاریم و توی هر ویدیویی که من از چیزهای ساختنی میذاشتم حداقل یه نفر بود که میگفت ماسک توبی رو بساز. و خب امروز اون روز فرا رسیده و قراره با هم دیگه ماسک توبی رو بسازیم. فقط قبلش خواهشاً چنل رو سابسکرایب کنین و این ویدیو لایک کنین، چون که خیلی به من انگیزه میده که ویدیوهای خفن براتون آپلود بکنم. بزنید بریم. خب اما وسایل مورد نیازمون چیه؟ الگوه که توی کانال تلگرامیمون هست، حتما عضو بشید. یه دونه کارتون مقوایی نیاز داریم و به وسایل همیشگی دیگه، کاتر و چسب و اینا. و جالب اینجاست که وسایلش خیلی ساده است و یه سری وسایل هم داره که توی ادامه ویدیو بهتون میگم. خب قدم اول اینه که خیلی ساده است دیگه، برشش بدین و این قسمت هایی هم که مثلث هستش هم اونا رو هم ببرید، چون که باهاش کار داریم. بعد از اینکه برشش دادید روی کارتون مقواییتون قرارش میدید و با مداد دورش رو میکشید و بعدش هم برشش میزنید. خب رفقا، همونطور که میبینید این الان خیلی صافه و اصلا به درد ما نمیخوره. برای همین باید این کارتون مقواییتون رو یعنی رسما بیفتین به جونش له و لوردش بکنید.
و هیچ موردی هم نداره که له بشه. میبینید که من دارم دهنش سرویس میکنم، چون که قراره تا بشه صاف باشه کارتون خیلی مصنوعی در میاد. پس سعی بکنید تا میتونین لهش کنین، مشت بزنین. آره دیگه خلاص. و اما برای اینکه تایم ویدیو زیاد نشه من اینو برش داشتم چسبوندمش و خلاصه نتیجه کار اینه. و اینکه بچه‌ها اون خط‌هایی هم که روی ماسک هست اونا رو هم دقت بکنید. اونا رو باید یه حالت برجستگی داشته باشه که کارتون خفن در بیاد. اما اینجا باید چیکار بکنید؟ چسب چوب رو بردارید توی آب حلش بکنید و کاغذ بیارید و اونو خورد خوردش بکنید و به کاغذ رو توی این مایع چسبمون بمالونید که خیسه و بچسبونید روش و هی فشارش بدید که مثلا خشک بشه و بعد یه مدتی میچسبه مثل سنگ میشه. یعنی من اینو بهتون تضمین میدم. فقط دقت کنید که روی این خطا نیاد، چون بعدن دیگه دنگ و فنگ میشه. و در نهایت کاری که باید بکنید اینه که چسب بیارید با آب و گچ رو بریزید توی چسب با آب و همش بزنید. اما خب بچه یه لحظه وایسید ببینید، حقیقتا کار کردن با گچ واقعا کار سختیه. یعنی واقعا سخته ها. یعنی این همه ویدیو من گرفتم هیچ کدومش انقدر سخت نبوده و دلیلی که بین ویدیو قبلیمون و این ویدیو خیلی فاصله افتاده دقیقا همینه، چون که من 3 بار اینو امتحانش کردم و گچی که آوردم از مدرسه آوردم، ضایعش نکنید. و
گلوله است و وقتی که روی ماسک چسبونده میشه برجستگی میندازه روی ماسک و خلاصه خیلی دنگ و فنگ داره. اما خب بچه یه راه دیگه ای که من داشتم این بود که از چسب تفنگی استفاده کنم که اونم باز راحت تر از این بود ولی بازم دنگ و فنگ داشت و کارو خیلی تمیز در نمی آورد. خلاصه این که بچه خودتون باید تصمیم بگیرید که کدوم رو انتخاب میکنید. اگه کار با گچ رو بلدید حتما از گچ استفاده کنید چون واقعا خفن میشه، یعنی رسما یه قالب ماسک توبی رو قشنگ دارید دیگه رسما. اما اگه مثل من نمیتونید واقعا اصلا سراغش نرید و همون چسب تفنگی راضی باشید و دیگه سعی بکنید دیگه صافترین حالت ممکن چسب بزنید دیگه. و این مطالب گفتم که بدونید و خلاصه این که دست خودتونی که کدوم رو انتخاب میکنید. و در نهایت کاری که باید بکنید اینه که بعد اینکه قالب گیری کردید بذارید خشک بشه، رنگ بزنید روش و رسما دیگه کار شما آماده است دیگه. و الان بهتون نتیجه کارو نشون میدم و بریم سراغ نشون دادن خودم، یعنی ماسک رو گذاشتن رو صورتم و اومدم جلوی دور. خب رفقا اینم از نتیجه کار، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و اینم از من که میبینید چقدر زیبام و اینکه خلاصه احتمالا قرار خیلی ویدیوهای اینجوری ببینید که من ماسک زدم و از این به بعد البته لایک، کامنت، سابسکرایب و حمایت یادتون نره. دمتون گرم، مرسی که تا اینجا ویدیو با من تماشا کردید و خلاصه اینکه از این ویدیو خیلی زیاد داریم. تا ویدیو بعدی، خدا